سلام. در این جلسه این قسمتی از قاطی میلینگ یا کویتی میل، حالا فرق نمیکنه، رافکاری رو انجام بدیم و بعد با استفاده از استراتژی استریملاین سطح پره رو، این قسمت رو از قالب رو ماشین کاری بکنیم و سایز بکنیم. جنریت میکنم ببینم طول پس به چه صورت تشکیل. به این صورت ماشین کاری رو انجام. یا بار باقی مونده صفر بود دیگه، ابزار نیومده اینجاها دور بخور. روی قسمت هایی ابزار تاب خورده که بار باقی مونده وجود و یا میتونسته نفوذ بکنه. ابزار این شیار رو کپی کنیم. یکی دوتا سه تا یکی دوتا سه تا چهار تا 5 تا 6 تا. روی این استراتژی استریملاین با ابزار 4 میل کلیک میکنم. طول پس اون قسمت بود رو روی 6 میذارم و این هم یک. به این صورت. اوکی. میتونیم توی همین استراتژی هم این قسمت ها رو هم به عنوان کات اریا بیایم و معرفی بکنیم. توی یک استراتژی داشته باشیم. بسته به سلیقه خودتون، روش خودتون میتونید طولپس ها رو ایجاد بکنید. خیلی خب، این استراتژی رو هم روی این قطعه کار با هم دیگه کار کردیم. امیدوارم که این جلسه هم استفاده کافی رو برده باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.